که منم من نه منم نه منم، گر تو تویی و منم من نه منم نه منم. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر غلطم که من توام یا تو منی. خانم ها آقایان، سلام و درود خدمت شما خوبان و گواهان و نیکان، فریختگان ارجمند، هنرمندان گرانسنگ و ادب دوستان فرهیخته. خیلی خوش اومدید به استودیو سایکو کلاب. اینجا کافه گفتگوهای ما هر شنبه ساعت 8 افتخار اینو داریم تا میزبان نگاه خوب شما عزیزان باشیم و نفس به نفس شما گواهان و خوبان با هم به جدیدترین جستارهای روانشناسی بپردازیم. هر شنبه ما اینجا در خدمت یک مهمان فرهیخته و ارجمند هستیم تا درباره جدیدترین موضوعات در حوزه روانشناسی، روانپزشکی، توانبخشی و فلسفه با هم به گفتگو بپردازیم تا بتونیم هرچه بهتر و تواناتر روانشناسی زرد و به حاشیه برده و به جاش روانشناسی آکادمیک رو نقل محافل کنیم. در مصطبه معنوی یک قصه هست که دوست دارم سرآغاز سخن و مطلع سخن این قصه باشه. یک روز عاشقی به نزد خونه معشوقش میره، در میزنه و از پشت در معشوقش میگه کیه؟ میگه منم. و وقتی این پاسخو که میده، معشوق میگه برو که خیلی خامی. این عاشقم سرگشته و شیدا و مجنون میره در بیابانها و سر به بیابان و برهوت میذاره تا به قول مولانا در آتش هجر پخته بشه. بعد از چندی بر میگرده به سمت خونه معشوق، دوباره در میزنه. این بار معشوق میپرسه کیه؟ و عاشق جواب میده تو. و اینجاست که مولانا جواب زیبایی میده، میگه اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایش دو من در یک سرا. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر غلطم که من توام یا تو منی. خانم ها آقایان، امشب در خدمت یک مهمان ویژه و فرهیخته هستیم، جناب آقای دکتر یحیی قائدی، رئیس انجمن فبک فلسفه برای کودکان و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی که از فیلسوفان عصر ما هستند و اندیشه های ایشون بارها و بارها در محافل علمی نقل و در واقع نبات مجلس بوده. امشب افتخار اینو داریم در مؤسسه سیمرغ شفابخش نریمان با یک موضوع جذاب به عنوان از درمان سقراطی تا سقراط درمانی در خدمت آقای دکتر باشیم. آقای دکتر با افتخار در خدمتیم. یه سلام علیک خدمت بینندگان داشته باشید. درود میفرستم به شما، مؤسسه گرامیتون و همه دوستانی که دارن ما رو میبینند و یا بعداً خواهند دید. من هستم خدمتتون، البته نه اونقدرها که شما گفتید. من یحیی قائدی ام. همین. سلامت باشید، بزرگواری میکنید. خب آقای دکتر، بحث ما از مشاوره فلسفی بحثی است که در مقال 1 ساعت و 50 دقیقه نمی گنجه. بنابراین ما از شما میخوایم که امشب برای ما بحر در کوزه باشید. خب در واقع میخوایم دریای ژرف و عمیق فلسفه رو و مشاوره فلسفی رو در یک کوزه 50 دقیقه‌ای برای دانشجویان روانشناسی بگید. اهمیت این جلسه در اینه که خب همونطور که اساتید گرانقدر این حوزه میدونن، روانشناسی فرزند نوظهور علم پزشکی و فلسفه است. یعنی تا چندی پیش دهه در واقع 1900 ما چیز به نام روانشناسی نداشتیم تحت عنوان سایکولوژی و فلسفه و پزشکی که حالا فردریش نیچه که اینجا داره ما رو با اخم نگاه میکنه و در واقع ژوزف فرویر و در واقع پزشکان و فیلسوفانی که با هم در کشاکش بودن تا بتونن جلسات درمان رو به وجود بیارن و روانشناسی به وجود اومد. حالا امروز مهمترین ارمغان این جلسه میخوایم برای بچه‌ها این باشه که اولا مشاور فلسفی رو بشناسن، مهمتر از اون وجه تمایز مشاور فلسفی رو با فلسفه کلاسیک و روان درمانی کلاسیک بشناسن، فرق اتاق درمان رو با اتاق مشاوره بشناسن و از همین مهمتر چرا یک روانشناس باید فلسفه بداند و فلسفه بخواند. اگه موافق باشین از ته 2 نقطه سقراط شروع کنیم که حسابی هم ما ازش حرف خوردیم. آره. درود مجدد. از آخری اگه بخوایم بگیم، خب برای من پرسش بوده که چرا افلاطون رو با ته 2 نقطه ننویسیم یا سقراط رو با ته 2 نقطه ننویسیم. خب به هیچ دلیل محکمی نداشتم به جز این که این رسم شده است انگار
و شکستن رسم‌ها یکی از کارهایی است که در فلسفه به طور کلی انجام میشه. تردید به چیزهای مرسوم، به چیزهایی که وارسی نشدند، وارسی نشده پذیرفته شدند. بنابراین این میتونست آغازش این باشه، هنجار شکنی. حالا جالبه به شما بگم که مشاوره فلسفی اساساً سابجکت، حالا هنوز شاید نتونیم بگیم رشته، سابجکتی هنجارگریز است. یعنی رشته نرمالایز ساز نیست، نرمال کن نیست. اکثر رشته‌های اکادمیک علمی بر نرم‌هایی از دانش استوارن. یعنی وقتی شما میری فیزیکی بخونی بالاخره میگن خب این اصل‌هاشه، این موضوعاتشه، این قوانینشه، این چیزهاشه. مشاوره فلسفی نمیتونه در این کاتگوری قرار بگیره که یعنی یک رشته نرمال کننده یا نرمال شدن باشه. این تمایز جدی است با همه شاخه‌های اون. یک چالشی که ما همیشه داشتیم به ویژه حال در حوزه‌ای که من کار میکنم، نوعی از فلسفه که من بهش نگاه میکنم با فلسفه مرسوم، سنت فلسفی، حالا اگه نگیم فلسفه سنتی، همینه که فلسفه اساساً نرمال کننده نیست. اینکه ما بخوایم بیایم فکر کنیم در فلسفه چیزهایی رو باید بیرون بیاریم و بعد به ملت بگیم که مردم شما پی اینها باشید یا به اینها برسید، خب این فلسفه نیست. با همین تعبیر حالا می شود بقیه پرسش ها رو در واقع پاسخ داد. در پرسش نخست شما که روانشناسی در واقع محصول روان پزشکی یا پزشکی و فلسفه هست، من حتی میخوام بگم که پزشکی و شعبه های اون هم از فلسفه ناشی شده بودند نخست. بنابراین میشه فلسفه رو اولاتر دانست. یعنی علم فرزند فلسفه بوده، گاهی گفته میشه فرزند ناخلف، به این معنا که پس از مدتی پدر مادر خودشون رو فراموش کردن، حالا میشه اینو به طنز گذراند. اگه اینو بازش کنید واقعا جالب‌تر میشه. چرا بهش میگن فرزند ناخلف؟ به این دلیل که علم‌ها به ویژه علوم انسانی تو دوره‌ای از دوره تاریخ، تو قرن 17 18، حتی روانشناسی برای اینکه در جرگه علوم پذیرفته بشه خب باید همه پیشینه مربوط غیر علمیش را چه بسا انکار میکرد و نادیده میگرفت. به این سبب میگن ناخلف. در واقع علم هم که حالا این البته سابقه تاریخی و دلایل داره، یعنی وقتی بیکن که یک فیلسوف در واقع میگه تنها داده های معتبر داده هایی که در حواس به دست بیایند، خب حالا حتی یعنی میخوام بگم تو فلسفه هم کسانی داشتیم که به سنت فلسفه پیش از خودشون مثل سنت افلاطونی ارسطویی پشت پا زدن. ناخلف بودن در واقع به این سبب. یک دوره‌ای بود که اساسا نمیشد اسم فلسفه را آورد. تو پس از رنسانس در واقع و زمان علمگرایی که فکر میکردن درمان همه دردهای بشری علم، در واقع اون زمانها اساسا نمیشد. یه قرنی باید طول کشید تا دوباره بشر بازگردد و به گونه دیگر به فلسفه نگاه بکند. به همین خاطر بنابراین روانشناسی و نهله های روانشناسی کم و بیش ریشه در فلسفه دارن، مایه میگیرن، پایه میگیرند از فلسفه. منتها این تعبیر حتی میخوام به شما بگم سنتی، یعنی آنی که ما در مشاوره فلسفی اکنون به اون میگیم حتی این هم نیست. یعنی ما نمیخوایم بگوییم مثلا روانشناسی یا مشاوره باید از فلسفه چیزی بگیرن، نه، چیزی که لاجرم میگیرن و گرفتن و ناشی شدند، ولی در چیزی بیش از آن هست در مشاوره فلسفی. و الان قطعا همه بینندگان هم منتظرین هستن که ببینن اون مشاوره فلسفی که کلیدواژه نشست ماست دقیقاً به چی اطلاق میشه و تفاوتش با اتاق درمان، اتاق روان درمانی چه خواهد بود؟ کمی زود شاید باشه. خب اگر دیباچه‌ای داره شما از دیباچه شروع کنیم. دو وضعیت رو میشه گفت تا بعد برسیم به این. یکی در واقع پدید آمدن
شاخه‌ای در فلسفه بود که فلسفه کاربردی نامیده شد یا فلسفه های کاربردی. زمانی که در واقع برخی از فیلسوفان پرسششان این شد که ما که خود پایه بسیاری از چیزها را میگذاریم چرا خود وارد اونها نشویم. آفرین. و از جمله مثلا درمان یا چیزهای دیگر. شما وقتی فلسفه سینما، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه ریاضی، اینها در واقع میشوند شاخه های فلسفه کاربردی. یعنی وضعیت اول این بود، یعنی این پرسش پدید آمد که چرا ما خود وارد صحنه عمل نشویم. خب صرفا نظر بدیم آیا یا وارد تا قبلش فیلسوفا فقط نظر میدن. ساحت، یعنی ما هنوز هم تو ایران کسانی رو داریم که میگن ساحت فلسفه رو به این چیزها آلوده نکنید، شما با این کارها فلسفه رو پست میکنید. این یعنی ادعی بر این باورند که فلسفه ساحتش همان نظری تئوری هاست و پیچیدگی های نظری و چیزی فلسفه که هر کس را به آن راهی نیست به جز ادعی خواست. همون مسئله که تو مثنوی میگه مثال رو همه در میابن اما مثل رو به آن راه نیست جز افراد خاص. آره. این بنابراین میخوام بگم این وضعیت هاست دیگه. در هر حال ادعی پا به این صحنه گذاشت. این تاریخش از کجا شروع میشه؟ کی شروع به کاربردی کردن فلسفه؟ ببینید ما رگه هاش رو میتونیم از رنسانس به این ور پیدا بکنیم، ولی عمدتاً از قرن 19 و شاید بشه گفت آره با مواجهه اگزیستنسی. یعنی شاید فلسفه اگزیستنس رو بشه سرآغاز مواجهه کاربردی با فلسفه دانست، گویی که حالا اون تفاوت میکند با مشاوره فلسفی، ولی چون در فلسفه اگزیستنس توجه به فرد بود و لاجرم مسائل فرد، اضطراب فرد، مسئولیت فرد، انتخاب فرد، درست، پس فرد شد. تا پیش از اون مسئله های فلسفه عامند، یعنی ما به مسئله های عمومی میپردازیم. فرض کن همین مثل خدا، مثل جهان، مثل سوال اینه که ارزش چیست به فرض. نه ارزش برای من و یا دیگری چیست، ارزش به طور کلی چیست، معرفت چیست، جهان چگونه پدید آمد، چگونه پیش میبره و یا هر چیز دیگر. این مسائل عامه و فرض بر اینه که همه مردم به طور یکسان ممکنه به چنین چیزهایی علاقمند باشند، ولی متوجه مسئله ویژه فرد در اینجا و اکنون نبود. اگزیستانسیالیسم و سردسته اونها، حالا به ویژه سارتر، دست رو نکته‌هایی میگذاره که مسئله های افراد وقتی از ستم میانگین در واقع سخن میگه و مسئله های نظام سرمایه‌داری و دشواری هایی که برای فرد پدیدار میکنه، ولی هنوز ما هنوز تو ساعت نظریم با همه اوضاع، ولی میتونه بگیم روانشناسانی بودن. یعنی میشه گفت ژان پل سارتر رو جزو پرچمدارای فلسفه کاربردی بدونیم؟ میشه این تلقی رو داشت. شما تو روان درمانی اگزیستانسیال هم خیلی از نظریات حالا تصور کن که روانشناسانی بودن که بعد از این ایده استفاده کردن، مثل یعنی راجرز، مثل رولومی به فرض مثلا. خب اینا میاند و میگن ها اگر اینه انسان بنیاده، فرد بنیاده، انسان موجود یکه و تنهاییه، پس ما میتونیم بریم و تمرکز کنیم روی انسان و روانشناسی انسانگرا و روان درمانی انسانگرا، هیومنیستیک تراپی در واقع. بعد اینها به این دلیل میگم و هنوز هم اگزیستنس در ساحت نظر، گویی که ادعاهاش متمرکز بر فرد دیگه نه، ولی دیگرانی از این استفاده میکنند و بعد فرانکل و دیگران اینها میاد قصه این میشه. خب و میشه در واقع لوگوتراپی فرانکل رو، بله، معنا درمانی که مطرح میکنه رو با مشاوره فلسفی یکی دانست؟ نه، هیچ کدوم از اینا یکی نیستن با مشاوره فلسفی که در جای خودش من خواهم گفت. هنوز بخش دوم ماندی، این بخش یک. یعنی میخوام بگم این که چرا ما امروز رسیدیم به مشاوره فلسفی، یه بخشش این درخواست و میل و پرسش بود که چرا فلسفه وارد مسائل نشود و بعد فلسفه کاربردی اینا. یه بخش دیگرش که حالا این بیشتر منتهی میشود به مشاوره فلسفی و با ادعا و کار بنیانگذار اون
آخنباخ، گرد آخنباخ، در واقع 1981 شروع میشه. یه جوره حرفای آخنباخ و نظریه‌هاش و عملش در واقع میشه گفت مقابل روان پزشکی بود، یعنی یک جنبش تقابل با روان پزشکی بود، به این معنا که میگفت اشکال کار روان پزشکان اینه که صرفاً بر تشخیصهایشان تمرکز میکنند و دیگه به داستان فرد کار ندارن. یعنی شما میگه تو کلینیک به فردی مشت آزمایش ها، تست ها، فلان، یه دیاگنوستیک هایی، تشخیص هایی و بعد برای لیبل گذاری داستان فرد و جهان فرد و جهان بینی فرد و باورهای فرد اینا نیست، داستان آدم. ببین اینجا یعنی که انگار تو آدم ها رو یکی میبینی و یه دونه مدل تشخیص داری که میدی و یه سری اینجا در واقع این کار، یعنی میخوام بگم مشاوره فلسفی برای یک مقابله و یا ضدیتی با نحوه مواجهه روان پزشکی، در واقع مقابله با درمان مدیکال به عبارتی دارویی و پزشکی. این نگاه در واقع یکسان به همه افراد با استوری های حالا مختلف. حتی اگر بگیم حالا ممکنه استدلالی بشه مقابله اینه که نه اونجا هم تفاوت‌های فردی تو تشخیص ها مد نظر قرار میگیره، بازم تفاوت‌ها در تشخیصه نه در داستان آدم ها. یعنی داستان آدم هاست که اونها رو میسازه. این حالا میاد و بعد دیگه نهله ها و شعبه های گوناگونی برای مشاوره فلسفی در واقع پدیدار میشه گفت 40 و اندی سال 2-3 سال از آغاز این قصه میگذره، ولی بسیار گفته شده، نوشته شده، شاخه‌های گوناگون پدیدار شده در این حوزه. این تازه حالا ابتدای کار. اگه حالا ولی هنوز ما نمیدونیم که این فرزند 40 ساله فهمیدین 40 ساله که الان هویت گرفته و در این 40 سال اول خب بشناسیم این فرزند 40 ساله رو و بعد ببینیم در این 40 سال برای چه گذشته. خب اول آره میشه گفت که مثلا ببخشید اون میکروفون متصله به در واقع پیج‌های دکتر. خب ما از در واقع از پیام‌ها رو میتونید یا نه اگه موقع ببینید آیا کسی اعتراضی داره اون طرف چون بله خب اشکالی نداره. بسیار خوب. ما به در واقع مخاطبین پیج های دکتر قائدی هم سلام عرض میکنیم و در واقع امیدواریم که اوقات خوشی رو در کنار هم باشید. ببخشید من کلام شما رو منقطع کردم، حسام خیلی بچه که در واقع میکروفون متصل. یه سری شعبه ها، شاخه ها هستن که خویشاوندن با مشاوره فلسفی یا به عبارتی نزدیکن. این نزدیکی سبب میشه که ببینید در آغاز هر موضوع جدیدی همیشه پرسش میشه که خب این با اون چه فرق میکنه. مثلا شما میگید که مشاوره فلسفی با این فلسفه کلاسیک یا سنتی چه تفاوتی میکنه، یا با روان درمانی چه تفاوتی میکنه، یا با حتی حالا شاید تو ایران این واژه مشاوره مذهبی چندان باب نشده باشه، ولی در غرب پاستورال کانسلینگ، مشاوره مذهبی اونجا هست، یعنی کشیش‌هایی هستن که مشاوره میدن. الان هم هستن. خب این واژه ممکنه روش نباشه ولی بودنش هم اشکالی نداره. میخوام بگم این هست، ولی یعنی این تو ادبیات به این اشاره شده. یا مثلا مشاوره فلسفی و REBT مثلا که خیلی حالا به ویژه نزدیک تره، چه تفاوتی داره؟ این که همونه شما چه چیزی میخواین بگین. یا با همین روان درمانی انسانگرایی هیومانیستیک تراپی مثلا چه تفاوتی میکنه. خب ضمنی که میخوام بگم که آره شباهتایی هست. شباهت رو در مثل اینی که علم ها ممکنه شباهت های ما هم داشته باشه، یعنی فیزیک و شیمی شباهت های با هم دارن ولی قطعا تفاوت دارن، چون این شده فیزیک اون شده شیمی. خب ریاضی و شعبه های اون شباهت هایی دارن ولی در این حال تفاوت هایی میکنن دیگه، وگرنه شعبه تازه پدیدار نمیشه. حالا من سعی میکنم اینا رو بگم، تفاوت های کلیشون رو بگم، شاید خیلی مجال برای این که خیلی به جزئیات بپردازیم، شاید هر جلسه برای هر کدوم از اینها لازم باشه، ولی من از همون بالا شروع میکنم اینجا برای دانشجویان فلسفه، چون اخیراً که من مطلب‌هایی رو میگذارم بعضیا منو متهم میکنن که شما داری به دانشجوهای فلسفه ظلم میکنی.
سر اینکه حالا من نکات رو گفتم که یه مقداری به روان درمانی یا اینا ممکنه مربوط شده باشه، یا گفتم این بچه‌ها هم میتونن وارد این حوزه بشوند، روانشناسان، مشاوران و اینها گارد گرفتن. گارد که این مخصوص فلسفه است. حتی این چالش وجود داره ها، این به لحاظ نظری اصلا تو همه در واقع حوزه های بین‌رشته‌ای این جذابیت مناظره ها و گارد گرفتن ها و ستیز ها. من اینو میخوام به این دوستان نخست بگم، خویشاوندان خودم، درسته، یعنی فلسفه ای ها، تا بگم که ببینید یک تفاوتی هست بین فلسفه کلاسیک یا سنت فلسفی. ما تو ایران اگه بگیم فلسفه سنتی حتی به یده برمیخوره، ولی اینجا مرادمون سنت فلسفه است. خب با مشاوره فلسفی و اون اینه، در سنت فلسفه فیلسوفان بر مسئله های کلی و عام تمرکز میکنند، چیزی که شامل حال همه بشه. شامل یعنی اصلا مردم یا افراد ملاک نیستن تو بحث فلسفی اساسا، چه عام چه خاص. مسئله عام بدونید، یعنی من وقتی بحث معرفت شناسی میکنم، معرفت شناسی به طور عام به او توجه دارم. مهم نیست که شما یا من یا دیگری یا گروهی از مردم چگونه آگاه میشویم. آگاهی چیست؟ فهمیدن چیست؟ یا مثلا چه فهمی درست است، چه فهمی نادرست است. منبع معتبر آگاهی اینا سوالای کلی هست. یعنی بنابراین فیلسوفان سنتی بر پژوهش و کاویدن و پی بردن به مسئله های عمومی فلسفه توجه دارن. نگاه هم بکنید، پرسش های عام فلسفه درباره ماهیت واقعیت است و حقیقت است و معرفت است و ارزش است و زیبایی است و اخلاق است و اینها. تفاوت پس اینه، فلسفه کلاسیک جنرال عام، مشاوره فلسفی ویژه است، اسپسیفیک، فردی، فرد بر مشکل فرد اینجا و اکنون توجه داره. حالا چی بوده؟ همون اینجا اکنونی که ما تو روان درمانی هستن. خب حالا نه، اون اینجا و اکنون ممکن داستانش با این فرق کنه. ببینید یک فرد خب امروز باورهایی داره، عقیده هایی داره، ورد ویوی داره، یعنی جهان بینی داره. درسته. توی وضعیت خاص این سبب میشه که اون فرد با اون جهان بینی، باورهاش و ارزشهاش مسئله خاصی پیدا بکنه، این لایف پرابلم خاصی پیدا بکنه. این مشکل مثلا با چه کیفیتی میتونه باشه؟ میتونید مثال بزنید از مشکلاتی ممکنه وجود به فرد؟ مثلا من الان میگم جهان، من میگم جای افتضاحیه، این میشه باور من. حالا وقتی من میگم جهان جای افتضاحیه، یا میگم مثلا آدم ها اصلا قابل اعتماد نیستن، به آدم ها اعتماد نکن. دیدی تو این همین رو زرد که شما میگید تو این اینستاگرام گاهی میاد، به این تعداد آدم ها و اعتماد نکنید، حرف دلتان رو به این عده نزنید، مثلا فلان. این میشه اگه کسی این رو پذیرفته باشه میشه باورش، میشه نحوه نگاهش بده. این سبب شده که با تو مشکل پیدا بکنه. من اینو دارم، با تو مشکل پیدا میکنم، با آدمای دیگه مشکل، با اعضای خانواده‌ام مشکل پیدا میکنم، با بچه‌م، با همسرم فکر میکنم اون ور میگه باشه که داره حرف میزنه حتما نباید اعتماد کنم، بچه‌م فلان میره بیرون حتما. خب یعنی میخوام بگم اون باوره، اون جهان بینیه سبب چنین دشواری میشه. ولی اکثر افراد اینو نمیدونن. اکثر افراد فکر میکنن که باور، جهان بینی، ارزش هایی دارن که دارن از تجارب روزمرهشون میگیرند، ولی به اون پیش‌فرض‌های بنیادی، اون جهان بینی بنیادی اون آگاه نیستن. یه چیزی میشه گفت شبیه طرحواره‌های آدما میمونه، یا با طرحواره‌های و اسکیماهاشون متفاوته؟ میشه اون رو هم گفت، ولی این چیزی فراتر از اونه. حالا طرحواره‌ها بخشیش ناهوشیارن، بخشیش ناخودآگاهن، بخشایی هست که چه بسا شما اساساً تو وضعیت ظاهر شما نیست. خب یعنی این من میخوام حالا بعدا اون تفاوت رو میگم با یکی دیگه از شما. یعنی میشه گفت جهان بینی با طرحواره متفاوته؟ آره، یعنی من یک جهان بینی دارم، یک طرحواره‌ای دارم، میتونی با هم طرحواره احتمالاً این چه عنصرهای بیشتری داره که اون عنصرها روانی اند، خب ذهنی اند، تو بخشای ناهوشیار چه بسا باشن، ما به اینا نمیپردازیم، به این خاطر میخوایم این واژه همون نشه.
اون باشه سر جاش، یعنی جهان بینی خودآگاهه، امکان خودآگاهی داره، با گفتگو میشه به آسونی درش آورد. خب یعنی ما فرد رو در مشاوره فلسفی یه فرد عاقل میدانیم، اون پیش فرد عاقلی که اشکالاتی هم داره. ببینید نه این با این تصور که اگه ما گفتیم فرد عاقل یعنی همه رفتارات درسته، ولی این فرد عاقله، آگاهه به این چیزا، ولی ممکنه ببین ما میگیم تفکر غیر عقلانی ممکنه داشته باشه، ببینید تفکر داره میکنه ولی تفکرش غیر عقلانی. خب بذار برگردیم به این فلسفه سنتی رو بگیم. اینجا ببینید بنابراین تفاوت اساسی اینه در توجه ویژه به مسئله فرد. تفاوت مشاوره فلسفی و فلسفه کلاسیک نه در روشاشون، هر دو هم روش استفاده، در هدفاشون هم که تعمق هم یکند، ولی تفاوت عمده سر کاربرد. حالا این چیز کمی نیست ها، اگه ما اینو پذیرفتیم که مشاوره فلسفی اسپسیفیک ویژه است، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نهادی فرق میکنه. ببین ما اونجا وقتی میگیم فلسفه عامه، فیلسوف یا معلم فلسفی برنامه درسی داره که میره به همه درس میده. یعنی من میرم سر کلاس فلسفه 40 تا شاگرد دارم، به همه‌شون یه چیز میگم، این میشه عامه دیگه. یعنی سیاست‌گذاری فرق میکنه. یعنی ما همین به اصطلاح یک جمله هست که میگه هر تفاوتی تفاوتی رو میسازد. حالا من میخوام بگم هر تفاوت کوچکی تفاوت‌های بزرگی را پدید میآورد. یعنی این تفاوت کوچیکه کوچولو که حالا ظاهرا اون عامه این خاصه، کل سیاست‌گذاری مواجهه با مشاوره فلسفی رو تغییر میده. اون عامه این خاصه. درست. خب بنابراین این تفاوت مشاوره فلسفی و مشاوره کلاسیک. من بیام روی تفاوت مشاوره فلسفی با روان درمانی. خود فلسفیدن اینو توضیح تو پرانتز. فلسفه یا فلسفیدن روشی است که فیلسوفان به کار میگیرن، چه در فلسفه کلاسیک و چه در مشاوره فلسفی. عملی خود ریشه فلسفیدن از دوینگ فیلسوفی گاهی بهش میگن، انجام فلسفه. خب فیلسوفایزینگ مثلا. خب فلسفیدن ما گاهی میگیم فلسفه. درسته این مصدر فلسفیدن؟ بله. البته تو گیر داده بودن به من در رساله دکتریم سر این واژه، ولی این واژه به کار برده شده و من اخیراً از تجربیدن سخن گفتم. تجربیدن. بله. و بنابراین مراد از فلسفه ورزی مواجهه خردمندانه، پرسشگرانه و تأملی با چیز هاست. این میشه فلسفیدن یا پس جوهرش خردورزی. خرد. آره عقل. شادروان همچه که در شاهنامه همینو قصد بگم خرد بهتر از هر چه ایزد داد، یعنی بنیاد در واقع ستایش خرد را به از راه داد. خرد بوده. حالا خیلی اون توش حرفه ها اگه وارد اون پرانتز بشویم دیگه به بقیه بحثامون نمیرسیم. در فضای دیگری میشه بعد از خرد در شاهنامه و نسبتش با این اتفاقی. خب من همین الان رزرو کردم. من یه چیزی میخوام به شما فقط بگم اینجا تو پرانتز که اگه ما به فرهنگ خودمون بخوایم بازگردیم، من میخوام بگم نخستین کسی که مشاور فیلسوف بوده است فردوسی بوده است. یعنی به این معنا که فردوسی با نوشتن شاهنامه و بنیاد قرار دادن خرد میخواست مردمان ایرانی که در رنج بی‌هویتی بی‌نامی زیست میکردند را به خودشان بازگردانند. یعنی بنابراین اون خیلی توش حرفه. یعنی شاهنامه رو میشه یک در واقع فانکشن در نظر یک عمل کرده، یک عملیاتی در حوزه مشاور فلسفی قرار گرفت. من برای خودم نوشتم جایی، چون من مشاور فلسفی و فلسفه برای کودکان رو کار کردم که ببخشید به شاهنامه رو. بله. فلسفه برای کودکان و شاهنامه اون جدا کار کردم من و اینو گذاشتم که در یک زمانی بیام و بگم به فردوسی چه. من اینو برای شما رزرو کردم. از قولشو دارم رو آنتن از شما میگیرم در یک نشست مجزا. من فکر میکنم همه ما مدیون فردوسی هستیم و هر کس باید کاری بکند برای
این ادا کردن این دین. تفاوت مشاوره فلسفی و روان درمانی به طور کل در چند چیز است. یکی ساده ترینش اینه که ببینی روان درمانی مدعی است که من علمم. مشاوره فلسفی نه چنین ادعایی دارد و نه میخواهد که داشته باشه. چرا؟ چون فلسفه است. فلسفه است. علم است دیگه. یعنی فلسفه علم نیست؟ نه، فلسفه. یعنی ما نمیتونیم بگیم علم فلسفه؟ غلط است. جدی؟ آره. این نادرست بوده. ببین علم بنیادهایی دارد که با بنیادهایی که فلسفه دارد تفاوت. چه تفاوتی داره؟ بنیاد علم بر حواس و اندازه‌گیری جهان چنان است که هست. علم اصلا حق ندارد و نمیتواند درباره آنچه باید باشد سخن بگوید. کار فلسفه درباره آنچه باید باشد است. خب برای من تفاوت داره. ابزارهای علم اندازه‌گیریه، ابزار فلسفه اندازه‌گیری نیست. حالا به همین دلیل میگیم اینجاها کار ما نیست که ما بریم مثلا خصوصیات روانی شما رو اندازه بگیریم، تست کنیم، فلان کنیم، این دستگاه یا آن دستگاه. این کار فلسفه نیست، کار مشاوره فلسفی هم نیست. خب علم یک بار دیگه دوست دارم این جمله رو تکرار کنم، خیلی دوست داشتم. علم فرمودید که اندازه‌گیری آنچه که هست. اگر مشاوری عالمی، روانشناسی، روانپزشک ادعای درمان داشته باشد، باید مبتنی بر اندازه‌گیری‌های تشخیصی باشد و ابزارهایی ساخته شده است در طول زمان. خب یعنی اگر مشاور یا روانشناس میگه من علمم، باید بتواند اندازه بگیرد. آنچه را که در مراجعه هست میشه دیگه، و بعد بر اساس اون میره و بقیه اقدامات رو میکنه. خب تو فلسفه ما اندازه نمیگیریم. خب این تفاوت. حالا دوم این که در روان درمانی تعهدی وجود دارد به درمان. یعنی هر کس به شما مراجعه میکنه میاد که درمان بشود. خب ما در مشاوره فلسفی تعهدی به درمان نداریم. یعنی چی؟ باید پوزخند یعنی میخوام بگم که داستان ما فرق میکنه. شما میای از من کمک بگیری، مشاور فیلسوف به مراجعش کمک میکنه تا توان ارزیابی، نقادی، تشخیص اینها پیدا. یعنی میشه اینطور گفت که یک مشاور فلسفه، یک مشاور فیلسوف به مراجعش چراغی میده تا در علم قدم بگذارد، تا به پیش بره. بعد حالا بخوام بگم ممکنه این نتایجی داشته باشد که به درمانهایی منجر شود و تغییری در زندگانی فرد بدهد و ممکنه نده. یک سوال فلسفی بپرسم بگید اینو، بعد یه سوال اومد میخوام بگم ببینید آدم‌هایی که به مشاور فیلسوف مراجعه میکنند، برای این یعنی کسانی نیستن که مشکل به معنی مسائل روان درمانی، پزشکی اینها دارن. آدمایی هم که سردرگمند. یعنی تو به فرد دوچار افسردگی هستی نمیای پیش من. تو دوچار یه گرفتاری هایی هستی درباره جهان، نگریستنت با آدم ها، درباره لذت، درباره چیزهای مختلف. اونجا ممکنه این تفاوت میکنه. مشکلی به باور پیدا کردی، در باوری مشکل پیدا کردی، در اعتمادت مسئله پیدا کردی، خب به چیزها، به جهان، در نگاهت مثلا به مدرسه یا به دانشگاه دچار دشواری شدی، در ارتباطت با زنان یا مردان دچار چیز شدی. اینا مسائل جهان بینی هست. الزاما تو این مسئله حاده چیزی نداری که مثلا الان بیا بگی که من باید بستری شم یا باید مثلا تشخیص دادم تا درمان قراره. جنس اینا متفاوت. خب و تقدم تأخر داره آقای دکتر. ببینید معمولا بیمارای اعصاب و روان دو جور توی آمریکا که الان انجمن مشاور فلسفی هست و این انجمن با انجمن روانشناسی آمریکا کار میکنه، یعنی اونو پذیرفتن این دو در واقع دو جور کار میکنن. دوی افراد به ما مراجعه میکنند، ما میبینیم این کار ما نیست،
اونو ارجاع میدیم. به همین خاطر من جای گفتم مشاور فیلسوفا باید بدانن روان درمانی و شعبه‌هاش چی هن. آفرین. و عکسش هم روان درمان ها بدانن مشاوره فلسفی. چون وقتی یه جای کارت نیست ملت رو علاف نکنی. این بدوستان وجود داره، تعریف شده، خواسته شده دست کم که آقا جان یه موقعی کسی به شما مراجعه میکنه، شما روان درمانگری ببینید آقا این جنس سوالای این بفر فلسفیه، کار شما نیست، ارجاعش بدی به مشاور. گاهی اول میاد پیش شما، گاهی میاد پیش ما. ببینیم نه این جنس مسئله های این واقعا. همین دیروز بود کسی از من سوالهایی میکرد، مثلا اختلال تمرکز فرسون داشت. بله. گفتم ببین اینایی که میگی کار من نمیتونم، پس اینایی که تو میگی من نمیدونم. تو باید به یه روانپزشک، روانشناس یا مشاور مراجعه بکنی. کار من برو اونجا اول اون کاراشونو بکنن، حتی اسکن مغزی بشن یا نمیدونم چی بشو، همینا رو بشو. اگه همه اونا رو رفتی و یا نشد ممکنه دوباره بخوای بری پیش من. خب یعنی بنابراین آره اینطوری نیست. من میخوام بگم به دوستان مشاور و روان درمانگر و اینا باید بگیم که این گونه نیست که هر مسئله ای رو مراجعه داشته باشه ما بتونیم و یا بالعکس اونا بتونیم. احتمالاً در جهان این پذیرفته شده دیگه، پدید آمده دیگه. مثلا ایران که نیست که درست. نه روان درمانی ریشش در ایران بوده، نه مشاوره ریشش در ایران بوده، نه این ریشش در ایران. بعد مسئله تقدم تأخر، ببینید مثلا بیماری افسردگی MDD مثلا ماجور دپرشن دیسوردر یا اختلالای اضطرابی مثلا GAD یا مخصوصا PTSD یا اضطرابای بعد از سانحه، اینجور افراد همیشه با چاشنی پوچی و سردرگمی هم روبرو میشن. تقدم تأخر مراجعه چیه؟ ببین اینو شاید دقیق نتونم بگم، فقط اینو میتونم بگم که اگه چنین فردی به یک مشاور یا روان درمانگر مراجعه میکنه و علامه آشکاری از این بیماری هایی که شما گفتید داره، خب لاجرم باید تحت درمانشون قرار بگیره. یعنی من تصورم اینه که درمان هایی که علائمش بروز کرده رفتاری اول باید اونا درمانشن. اگه این فرد اونا درمان شدن و هنوز مونده، یعنی هنوز جهان براش بی‌معنی است به فرض، اون موقع باید اون روان درمانگر این تعهد رو داشته باشه به نظرم که اون رو به جای ارسال کنه. حالا ما در ایران که اونقدری حالا این نیومده، ولی مرادم واقعا چیز نیست. میخوام بگم حداقل این درک رو بکنه که این کار دیگه نمیتونه بکنه، چه بسا اگه ادامه بده کار رو خراب کنه، یعنی اون مقدار زحمتی رو هم که کشیده به درمان کرده رو هم خراب کنه. و ما کتابای خودیاری داریم در این زمینه، کم کم داره نوشته میشه. ببینید آره ما یک سری کتاب‌هایی به فرض که حالا مثلا هم کتاب‌های یالون به فرض، مثلا تسلی بخشای فلسفه، مثلا درمان شوپنهاوری، مثلا اینها، ولی خب باید کتاب‌های بیشتری به نظر من. چون اصلا اینو به شما بگم یکی از راه‌ها در مشاوره فلسفی مطالعه هست. این تفاوتشه. چون در مشاوره فلسفی کار رو دوش فرد باید وارسی کنه. یک وارسی هم مطالعه است. یه بخشی از این کتاب که من گفتم کتابخوانی و مشاوره فلسفی به همین در واقع منظور بوده، یعنی به همین منظور بوده که بله بخشی از کار در واقع این فهرست این اگر شما فصل سوم این کتاب بنیادهای مشاوره فلسفی است که من و خانم دکتر پوراغا در واقع تعریف های دکتر و خانم دکتر پوراغا. بله حالا اینو میتونن بعداً دوستان نگاه کنن. بخش سوم اینو شما نگاه بکنید تماما ابداع بخش سوم. بله حتی گفتگوی سقراطی اونو حالا باید ممکنه کلاسیک باشه. بخش سوم شما فصلای این رو اگه نگاه بکنید این فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی، بعد اون چیه فصل دوم سفر و مشاوره فلسفی، فلسفه شخصی و مشاوره فلسفی، کافه فلسفه و مشاوره فلسفی،
گفتگو با خود و مشاوره فلسفی، داستان و کتاب و مشاوره فلسفی. یعنی میخوام بگم اینا ادعاها بوده. یه فصل 17 هم داره، مشاوره فلسفی گروهی. این به چه صورته؟ خب این ایدهش در واقع از همین اجتماع پژوهشی کامیونیتی آف انکوئری در فلسفه برای کودکان از یک سو گرفته شده. خب از یک سو هم که ما میدونیم مشاوره گروهی داریم دیگه. خب درست. این ترکیب شده و تأمل سواره شده، یعنی انگار یه اجتماعی که گفتگوی تأملی و انتقادی میکنن درباره موضوعی در واقع. یعنی و این موضوع چطور انتخاب میشه؟ به خود شرکت کنندگان. هم که فلسفه‌ای که ما می‌داریم عمدتاً شرکت کنندگان پیشنهاد میدن که چه پرسشی رو بگذارند ببس، یا چه گزاره یا ادعای، چه هیته پرسشی هست. مثلا ترس ممکن انتخاب کنن، بعد یا معنای زندگی رو انتخاب کرده بودن به فرض، تو این اصل با بچه‌هامو چجوری عمل کنیم به فرض، یا هر چیزی. اونجا میشه هدایتش کرد که موضوعات مشاوره فلسفی باشن. یک فصلی باز در این کتاب هست که مشاوره فلسفی به چه موضوعاتی میپردازه. من تفاوت‌ها رو گفتم، دوتاش رو، یک پس بحث علم بود، یکی تعهد به درمان بود. یه چیزی دیگه که مهمه و این خیلی باید روش کار بشه، ببینید در علم و به ویژه حالا همین روان درمانی شما بر علت تمرکز میکنید و ما بر دلیل. ببین reason و cause یه بار دیگه، علت و دلیل، reason و causes. ما تو روان درمانی بر شما بر cause، علت. چرا اینطور شد؟ آره علت این چیه؟ ببین من یه مثال میزنم تا دوستان این تفاوت‌ها رو متوجه بشن. خب ببین من به شما میگم در رو ببند، شما میری دستگیره رو میگیری و میبندی. علت بستن در فشار دست شما به دستگیره ببند، این که علت. شما میپرسید دلیلش چیه؟ دلیل اینه که من گرممه یا سردمه، برو در رو ببند، یا نه میخوام کسی منو نبینه. دلیل ها میشه علت معلول ولی محدوده، مشخص اینه که فلسفه وسیع میشه. یعنی یک کار ممکنه دلایل گوناگون داشته باشه ولی علتهای محدود، یا این دلایل میشه همون انگیزه باشه. همون دلایل، انگیزه بخشی از دلایل، بخشی باورهای شما. مثلا اگه من اینکه در باز آدمو میرن میان و من میخوام در ببندم، یه باور دارم که آقا من یه حریم دارم، دیگران نباید منو ببینن مثلا. در بستن دلیل، و این باز به شناخت شما از در و امنیت خیلی دیگه میره جهان بینی، همه اینا اونجا در همون این شناخته طرحواره و جهان بینیه. این یه ملغمه عجیبی میشه. حالا میگم طرحواره رو من باید بخونم اگرم قرار باشه که دقیق بخوام بگم که تمایزشون چیه. الان نمیتونم، چون این برام خیلی جالب شد باید اون رو بخونم چقدر طرحواره ها درگیر این مسئله هستن. شاید ما میگیم حالا جهان بینی ولی باید نگاش کنم ورد ویو، یعنی اصطلاحش اینه. چون ما تو اسکیما هم الگوریتم فکر کردن داریم. خب یعنی مثلا کسی که طرحواره رها شدگی داره، چون بحث میخوام بکشونم سمت در واقع نور فلسفه و اینا، حالا هنوز خیلی مونده های. آره میدونم ولی ملت قرار این جوابا بگیرن، اون جوابا رو میگیرن. آره. ولی این در واقع خیلی برام جالبه که بدونم ورد ریویویی که ما توی مشاوره فلسفی نیاز داریم برای اینکه به مراجع کمک کنیم چه تفاوت‌هایی با طرحواره داره. میگم من حدسم اینه، مطمئن نیستم که تو طرحواره بخش‌های ناخودآگاه، ناهوشیار، تجربه‌های دوران کودکی و بسیاری از چیزها، مکانیزم‌های دفاعی، اینها ممکنه باشه که ما در مشاوره فلسفی با اینا کار نداریم. شاید به این دلیل باشه که این دو تا متمایز، آره متمایزن یا خواسته نشده که اینا رو یکی بگیرن. این یک تفاوتش ممکنه باشه. تفاوت دومش اینه که شیوه عمله، یعنی شیوه عملی که شما با فرد داره طرحواره‌اش میکنن، طرحواره درمانگرها، باز همین آوردن ناهوشیارها به هوشیار، ناخودآگاه، این دو چیزها، و باز با اندازه‌گیری و بعد مکانیزم هایی که عمل میکنند، مکانیزم الزاماً عقلانی نیست، رفتاری تو بسا باشه.
به فرد. اگه شما درباره یه فرد مظلوم رو داشته باشی، تروار درمانگرها چی ممکنه بهت بگن؟ بگن تو از این به پس ادای یا مدل آدم‌های که میری تو خیر مردم رو بازی کن. به فرض حتی من جایی کسی به من گفت که مثلا کسی بود به فرض خانومی که نمیتونست نه بگه، هر چی بهش گفته انجام میداده، همه جا حرف بهش میزدن، این بعد میگفت تو ادای یه خانم لات رو در بیار، مثلا یقه بگیر. خب مثلا نمیدونم چقدر این درسته یا نادرسته، ولی خب این کارا رو ما نمیکنیم. این تفاوت ها ما اینجا به فرد کمک میکنیم تا تحلیل کنه، ارزیابی کنه، نقادی بکنه که آیا مظلوم اگه به این رسید که مثلا باورش اینه که مظلوم نمایی خوبه به فرض، آیا اینطوری، آیا این دلایلش رو وارسی بکنه، بیاره نقادی بکنه و خودش به نتیجه برسه یا بخواد که روی کرده مقابلش رو انتخاب کنه. این ممکن اینا تفاوت‌های اون باشن، ولی میگم با اگه قرار باشه من دقیق بگم در این باره نیاز به بررسی داره. نیاز دارم به این که عدال تروار درمانی رو بخونم یا بپرسم یا این سوال چون برام جالب. خب در ادامه بحث ما دو تا رو گفتیم. سه تا الان به شما گفتم. تو اولیش علم بودن، دومی تعهد به درمان، سومی دلیل علت و خدمت شما عرض بکنم میشه گفت حالا فعلا همین، یعنی این سه تا مهمترین علت‌های تفاوت. ما یه گروهی در مشاوره فلسفی داریم که اونا اینجوری که الان من گفتم نمیگن، یعنی میگن مشاوره فلسفی فرمی از تراپی است درمانه. با این اوصاف، حتی با این اوصاف اونا هم میپذیرن این تفاوت‌ها رو میپذیرن، یعنی میپذیرن تراپی اینجا شاید تعهد به درمان بره کنار یا انتظار درمان رو دارند. یه کسی به فرد مثل همین الیوت کوهن به فرد که LBT رو میگه لاجیک بیس تراپی، خب این درمان منطقی به اصطلاح، و البته این تفاوتی داره با REBT الیس در واقع. ایشون معتقده که این فرمی از درمان است. یا باز مثلا کسان دیگری باز هستند که اعتقاد دارن که مشاوره فلسفی فرم از درمان. حتی اونا هم که میپذیرن معتقد نیستن که ما باید از ابزارهای روان درمانی یا روش روان درمانی یا اون تشخیص ها رو استفاده بکنیم، فقط با این تفاوت که میگن نه این هم نوعی تراپیست. تراپیست. حالا کسانی هم داریم که میگه این تنها تراپیه. کل خدمت شما عرض کنم روان درمانگران مشاوران گرامی اگه میخوان درمان کنند باید بیاند این کار بکنن. یعنی بنابراین سه جور مواجهه داریم و تو هر دسته کلی آدم. ببین مثلا لحاو که تو ایران هم کتابهاش ترجمه شده توسط آقای علوی‌نیا، انتشارات فراروان، به صورت از کتاباش، اون به شدت معتقده که مشاوره فلسفی فلسفه است، درمان نیست، فقط فلسفه، و راهی رو هم که داره میره سعی میکنه که این و پروتکل داره مشاور فلسفی. اون معنایی که در روان درمانی هست نه، ولی هر کی تلاش کرده تو مدل خودش یه چارچوبی رو بده. مثلا لحاو که شبکه مفهومی رو میگه، رو ایده ها کار میکنه، سعی کرده یک چارچوبی در اون کتاب به در آمدن از غار افلاطونی در واقع اونجا رو میگه. یا مثلا همین البیتی کوهن به فرض خدمت شما عرض بکنم، یا سنتیمنتالیسم، یا حالا بالاخره اینا همه شیوه هایی رو دارند که ساعت چقدر ما رفتیم؟ الان دقیقا 9. آره حدود 50 دقیقه تا الان صحبت. فقط ما گذرا سریع بگم تفاوت‌ها با سایر. ما با روان درمانی رو گفتیم، با فلسفه هم گفتیم، با روان درمانی انسانگرایی هیومنیستیک تراپی رو هم من بگم بسیار شباهت دارن در چند چیز. اینا مثل همین روان انسانند، هر دو بر آگاهی هستند. تفاوت روان درمانی انسانگرایی با بقیه اینه که اینا بر آگاهی، بر کانشسنس استوارند. خب خدمت شما عرض بکنم هر دو بر مسائل فرد تمرکز میکنن، فقط تفاوت عمده شون در تعریفشون از ذهنه.
یعنی روان درمانی انسانگرا تعریفی از ذهن میکنه که با تعریفی که مشاور فلسفی از ذهن میکنه تفاوت میکنه. ریشه ها ببین تو میتونیم این تفاوت هم کوتاه بپردازیم. تو روان درمانی انسانگرا بر ذهن آنچه در ذهن یعنی در بخش پنهان دژ ذهن چیز میشه تمرکز میکنه. خب بسیار میگه بروث phenomena of consciousness at inner دایتدال یعنی دژ در واقع. خب یعنی میخوام بگم میگه آقا یه چیزی توی ذهن کله مغز یه جایی هست یعنی یه دژ یه سری چیزا میرن توش سفت که اون بنیاد ما رو میسازه، حالت روانیمون رو میسازه، بزرگسالیمون رو میسازه. اینها انسانگراها رو تمرکز میکنن و شیوهایی که به کار میگیرن برای نفوذ بمونه. تو مشاور فلسفی بر بخش همینی که تو میگی ما اصلا بینی که تو میگی کار داری، اصلا کار نداریم تو ذهن تو چیه. تو میگی اینجا میخوام سر به تن هیچکی نباشه، ما با هم کار داریم، با همینی که میگی با هم فرد میگیریم. تو آدم عاقلی داری اینو میگی و اینجا اکنون شما در حالا یقتو میگیرم من موقع میگم چی شد که به این رسیدی و حالا میتونیم اون تکنیک رو بزنیم و بریم تفاوتش با REBT رو میخواستم میتونیم میشه گفت با الیس با مذهبی به اینا و حالا آخر سر اون سوال اول تو حالا من جواب میدم. حالا مشاوره فلسفی چیه؟ این تعریف مشاوره الان گفتیم مشاوره فلسفی چیه نیست. آره مشاوره فلسفی وارسی نقادانه باورها، ارزشها، عقاید و جهانبینی فرد مرتبط با زندگیش که منجر به پدید آمدن مسائلی برای اکنون او شده است. مشاور فلسفی قرار اینو فهم کنه، از راه گفتگو و پرسشگری مداوم با مراجعه میخواد فهم کنه که اینا چی هست، چی زیر این هاست. بنیاد این که تو میگی من میخوام سر به تن ملت نباشه، پیش فرداش چیه، چیزاش چیه، جهان بینی تو چیه، تو اینا رو در بیاره. و همین دیالکتیک هم هست، دیالکتیکیه قطعا، دیالوژیکاله. یعنی کل مشاوره فلسفی دیالوژیکاله، گفتگوییه، مهارت‌های گفتگویی تو اون به کار میره، پرسشگری مداوم، استدلال، توان استدلال باید داشته باشه مشاور فلسفی، مهارت‌های استدلال رو بلد باشه، مسائل مهارت‌های فلسفی رو بدونه، مغالطه رو بدونه و بسیاری از چیزهای دیگر. فعلا تا اینجا این حالا یک تعریف از مشاوره فلسفی موقت. اختلاف نظر بسیار هست بر سر این تعریف و اینم به شما بگم که مشاوره فلسفی هنوز پیش پارادایمه. یعنی هنوز به یک پارادایم مسلم، یک رشته، یک فلان برای من داره تقلا میکنه که بگه من تمایزم با سایر چیزها چیست. چون اگه یه چیز قرار باشه بگه منم، باید بتونه تمایزش رو با سایر چیزها بتونه بگه. اگه نتونه بگه نمیتونه ادعای مستقل بودن یا من بودن بکنه. و این تا این بخش خودکار تو با من بده لطفاً. خب این بریم میخواید با من انجام بدید؟ خب بخواید برگردم. خب یهو رفتیم سراغ جلسه. 10 دقیقه به ما اعلام کنید شما از الان. بله خب من با شروع کنم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. بفرمایید پرسش تون چه هست؟ روح. این یک پرسش نیست، لطفاً پرسشتون بفرمایید. روح وجود داره؟ چرا این پرسش شماست؟ از سر کنجکاوی ببینم روح هستش یا چرا درباره سایر چیزها کنجکاو نیستی؟ خب این یکی از سوالامه. چی شد که در این باره کنجکاو شدی؟
شاید به خاطر کارم میخوام بدونم اصلا چیزی به نام مشکلات روحی وجود داره. آها. پس تو الان سوالت اینه که آیا چیزی به نام مشکلات روحی وجود داره؟ این پرسشتون است. پس الان میپذیره که پرسشتون رو تغییر دادی، چون پرسش نخست شما این بود که روح وجود داره یا نه. آیا چیزی به نام مشکلات روحی وجود داره؟ نخستین پاسخی که به ذهنتون میاد چی هست؟ شاید در مقابلش به رفتار و هیجان و شناخت بشه باور داشت. آیا فکر میکنید که این پاسخ اون سواله؟ آیا چیزی به نام مشکلات روحی وجود دارد یا خیر؟ خیر. خب شما که پاسخ سوالتون رو میدونید، الان سوالتون چیه؟ چرا اینجوری شد؟ نه الان سوالتون چیه؟ شما میدونید شما خیر. خب پس تو سوالی نه، جوابشو داری الان سوالت چیه؟ اینجا لطفاً آهنگ اون رو عوض کنید. نه آره نه هنوز سوال حدس میزنم شاید نه، ولی مطمئن نیستم. یا خیر یا آره، بله یا خیر. ندارم، نمیدونم. نداریم. چی رو نمیدونی؟ اینکه مشکلات روحی وجود داره یا نه. خب تو گفتی آره یا نه دیگه، میخوای بگی جواب میانه میخوای بگی؟ نمیدونم. چی رو نمیدونی؟ که مشکلات روحی وجود داره یا نه. خب اولین پاسخی که به ذهنت رسیده یا دوست داشتی بهش بدی چی بوده؟ خب اینکه مشکلات روحی وجود نداره. خب وجود نداره. پس تو هنوز مصری، یعنی بنابراین تو پاسخ سوال تو داری، یعنی مطمئنی که وجود ندارد. حالا مشکل یا پرسشت چیست؟ آها فهمیدم. چجوری میتونم ثابت کنم مشکلات روحی وجود ندارد؟ چگونه میتوانم ثابت کنم که مشکلات روحی وجود نداره؟ خب الان شما سوالت اینه دیگه، درسته؟ بله. یعنی الان سوالت تو سوال نخستت این بود که روح آیا وجود داره، بعد تغییر کرد شد آیا چیزی به نام مشکلات روحی وجود داره، و الان چون تو جواب اونو داشتی، تو در واقع دنبال اینه که چگونه میتوانم ثابت کنم که مشکلات روحی وجود ندارد. اولین پاسخی که میتونی بدی چیه؟ میدی؟ شاید چون مشکلی چیز عینیه و میشه و معلوله و یک معلول عینیه و یک علت عینی شاید میطلبه. خب ولی شاید حالا اعتقاد شخصیه، نمیدونم، شاید روح یک مسئله عینی نباشه، به صورت علمی بشه شاید بتونیم مثلا این مشکل روحی خب وجود داره. تو من مشکل روحی رو میدونم چیه ولی روح رو نمیدونم چیه، بس نمیدونم مشکل روحی چیه. روحی را نمیتوان با روش‌های عینی ثابت کرد داره. ببین مشکل روحی میگن هست، میگن من مشکل روحی دارم ولی نمیدونه روح چیه، پس نمیتونه بگه مشکل روحی داره. این نه چگونه ببین سوال اینه چگونه ما میتوانیم ثابت کنیم که مشکلات روحی وجود نداره؟ چگونه میتوانی ثابت کنی؟ سوال دور شده. آره اون به من بگو چگونه میتوانی ثابت کنی؟ با این استدلال که مشکل روحی یه چیز عینی خب و رفتاریه. با استدلال. آره با استدلال عقلی. آره با استدلال عقلی. خب شما که الان میدونی پاسخ این سوال رو، یعنی میدونی که چگونه ثابت کنی که مشکلات روحی وجود ندارد و پاسخت هم اینه که باشه. سوال من اینه که مطمئن نیستم، یعنی مشکل من اینه که مطمئن به چی مطمئن نیستی؟ به پاسخی که دارم میدم. خب پس الان مشکلت اینه که چگونه اطمینان حاصل کنم که استدلالی که می آورم درست است. آره خب پس الان سوالت عوض شد دیگه. یعنی تو در واقع یه سری استدلال‌هایی برای رد وجود داشتن مشکلات روحی داری ولی اطمینان
نداری که این درسته. الان موافقی سر این سخن بگیم؟ آره. پس چگونه اطمینان حاصل کنم که استدلالی که درباره رد وجود مشکلات روحی میآورم درست است؟ آفرین. خب چگونه این کار میکنی؟ نمیدونم. اولین چیزی که به ذهنت میرسه مشورت، مطالعه بیشتر. مشورت؟ ولی خب نه مطالعه نه مطالعه رو نه. مشورت؟ خب این کار بکن. خوشیدن برو این کار بکن. با کی؟ پس تو مسئلت این نیست. سوال جدید. آیا سوالت اینه که با چه کسی سوال جدید مشورت کنم تا به من کمک کند که بفهمم. و این اصلا زمینه دیبیتیه ها، یعنی پس تو الان این سوالته درسته؟ آره. حالا تو جلسه بعدی ما یه پرسش داریم، شما بهش فکر کن که مرادتون از روح و مشکلات روحی چیست. آیا شما اساسا میدونی روح یا مشکلات روحی چی هن؟ این کار من در ترادش میتونستم بیام، ولی چون میخواستم جلسه رو ببرم تا یه جایی دیگه فعلا نگهش دارم. ولی یه دیالکتیک استاندارد بود که بچه‌ای که حالا میخوان دیویتی کار کنن مرسه. چند دقیقه شد؟ دستتون در نکنه. تو 8 دقیقه ایشون 5 بار سوالشو عوض کرد. یعنی میخوام بگم که ببینید حتی برای مشاوره‌های معمولی وقتی یه مراجعه میره همون اولین حرفی که میزنه فکر میکنن اینه و حالا میگیرن و کلی بهش راهکار میدن، درمان میدن، در حالی که اون نبود. حالا اینم مطمئن نیستم این هستا، ولی فرض بر اینه که حالا ما اینجا جلسه رو میبندیم ولی اطمینان ندارم. من تصورم اینه که اگه من به ایشون بپردازم که حالا روح چیه یا مشکلات روحی که میگی چیه، اساسا ممکنه قصه عوض بشه و اصلا این دیگه سوال شما نباشه. ولی ما کلی ممکن انرژی بذاریم که مثلا من برم، حالا اگه من تو مدل دیگه ای بودم قرار بود به تو کمک کنم و بهت بگم روح چیه، منم مشاور فیلسوفم، خیلی هم بلدم درباره روح و نظریه های روح و اینا، یا عالمی شدم یه ساعت الان به تو بگم روح چیه، بعد تو دوباره میری من که همون آدم قبلی هم، یعنی من هنوز همون گیره فقط اندوخته و بیشتر که بنابراین این برای حسن ختام من یه از شما 10 دقیقه تایم میخوام برای اینکه مؤسسه سیمرغ شفابخش نریمان مؤسسه روانشناسی و توانبخشی کودک و نوجوانه. خب یعنی به طور تخصصی روی در واقع کودک و نوجوان فوکوس داره. میخوام بدونم که قضیه فبک، فلسفه برای کودکان رو تو 5 دقیقه 10 دقیقه خیلی کوتاه اگر میشه مختصر به ما بگید که نیاز کودک به فلسفه چیه و آموختن فلسفه برای کودک چه ضرورتی داره. حتی دوستانو میگم که اگه میخوان خیلی بدونن در این باره، خیلی من کلیپ و حرف زدم در این باره تو پیجم، ولی حالا چون شما درخواست کردید خب حرف دراز دامنه است، ولی به طور ساده به شما بگم اول اینه که دوستان باید بدونن که مراد از فلسفه همون فلسفه کلاسیک و سنتی که اینجا داشت بحث کردیم نیست. اونجا هم وقتی ما میگیم فلسفه برای کودکان اساسا مرادمون فلسفیدن برای کودکان است، فلسفه ورزی برای کودکان است، کمک به کودکان است تا عضلات ذهنیشان رو قوی کنن. ادعای ما اینه که تو تمام سوالایی که بچه‌ها رو میفرستیم مدرسه عضلات ذهنی اینا به کار نمیاد، تو صرفا ما یه مش معلومات میدیم به اینها. خیلی خوب اگه بدیم تازه حافظهشون ممکنه که ما اونجا هم مدل حفظیمون هم داغونه. شما بگم یعنی ما حافظه‌مون هم از دست رفته است. بنابراین ما فلسفه رو به معنای سنتی یا کلاسیکی اون که عقاید فیلسوفان و مکاتب فلسفی و اینها باشه نمیدیم. مهارت‌های فلسفی مثل استدلال کردن، مثل گفتگو کردن، مثل پیش‌فرض درآوردن، مثل استنباط کردن، مثل تحلیل کردن. من اینا رو به 2 دسته کردم. مهارت‌های عمومی آدم بودن که هر کسی باید داشته باشه که اگه اونا رو نداشته باشیم نمیتونیم فکر کنیم. مثل گوش دادن. ببینید گوش دادن دریچه‌ای به جهانه. هیچ جایی تو هیچ بعدی از نظام آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای ما این آموزش داده نمیشه. بعد ما انتظار داریم ما با هم گفتگو کنیم، هم دیگه رو بفهمیم. خب گوش باید بدیم.
گوش این که ما به ملت بگیم گوش بدیم ماهر نمیشه گوش. مثل اینه که به یکی بگیم فوتبال بازی کن، این میره فوتبالیست میشه. آخه با حرف که فوتبالیست نمیشه طرف. خب اونجا هم با حرف این معلم‌ها میزنن رو میز گوش بده لطفاً. یه سری ضرب المثل و حکایت هم داریم درباره سودمندی مثلا گوش دادن. ولی یه بچه نگونبختی اگه بگه بابا حالا باش قبول، من میخوام گوش بدم، چجوری گوش بدم؟ حالا خب حرمت گذاشتن به سخن این عمومیه. کوتاه گفتن. ببین کوتاه گفتن بنیاد زبانه ولی ما فهمش نکردیم. به این معنا که واحد فکر جمله است. خب یعنی من باید بتونم افکارم رو در قطعات جمله‌ای بگم. یعنی من باید در یه جمله بگم این یا یه جمله بگم آن. و تو اگه قرار با من مخالفت کنی، موافقت کنی یا بپذیری یا نپذیری، باید بگی این جمله تو اینه. من میام اینجا یه ساعت سخنرانی میکنم، حالا ملت به کجای من چیکار کنن با این مدل هنوز گفتگوییه دیگه. ولی ببین این 10 دقیقه که من با تو انجام دادم، من رو تک جمله های تو کار داشتم. هر جا کمی می‌خواستی بری برات میگردوندم که یک جمله بگو، پس تو میخوای اینو بگی، پس با اونا میشد کار کرد. ولی اگه تو بشینی مثلا 20 دقیقه بر من حرف بزنی، من چیکار بکنم؟ حالا یه عالم مهارت هست. فلسفه برای کودکان بر داستان استواره، داستان زندگی. یکی از علت‌های شکست‌های نظام‌های آموزشی غفلت از داستان بوده، به ویژه به سبب همون رویکرد پوزیتیویستی که مثلا میگفتن پژوهشگر باید فارغ از پژوهش باشه، ارزشش رو وارد پژوهش نکنه، فلان مشاور فلان از این حرفا. تو کتابای درسی هم همین شد. تاریخ داستان بچه نیست، ریاضی داستان بچه نیست، علوم داستان بچه نیست و بچه اصلا باش ارتباط برقرار نمیکنه، خودش رو در اون نمیبینه و به همین خاطر هم نمیفهمه. حالا همین زور بزن یه مش مطلب رو بریز تو کلش، نمیشه. خیلی حرف هست برای زدن. 5 هدف بنیادی رو فبک پیگیری میکنه: پرورش توانایی استدلال، پرورش درک اخلاقی، پرورش خلاقیت، پرورش توانایی مفهومیابی از تجربه و رشد توانایی فردی و میان فردی. فبک به طور در هم تنیده بر 3 نوع تفکر انتقادی، خلاق و مراقبتی کیرول تینکینگ استواره. فبک بر کاوشگری استواره، 6 نوع کاوشگری: علمی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، هنری و ادبی. فبک بر مهارت ها استواره. محتوای فبک داستانه و اینا حالا کلیت کاره که گفتم خیلی دستتون در نکنه. خیلی هم عالی، بسیار آموختیم و اندوختیم و لذت بردیم. دستتون در نکنه. بینندگان عزیز، ممنون که تا این وقت شب در کنار ما بودید. بهترینا رو برای شما آرزو میکنم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. همونطور که در واقع در لایو های قبلی هم گفتم، ما هر شنبه با هم 8 شب در رابطه با جدیدترین جستارهای روانشناسی با اساتید مطرح در این حوزه نشست داریم، کافه گفتگو داریم و قرار با هم یک واکاوی عمیق داشته باشیم نسبت به مسائل عمیق و در واقع ژرف در حوزه روانشناسی، توانبخشی و فلسفه. خیلی از شما عزیزان ممنونم. مثل هر شنبه نوت برداری خودتون رو لطفاً برای ما بفرستید و بسیار از شما ممنونیم. ایامتون بخیر.